زنان پلیس فعالیت خود را در چوکات قماندانی امنیه ولایت بدخشان دوباره آغاز کردند. دهها منصوب زن در بدخشان که در حکومت گذشته در چوکات قماندانی امنیه این ولایت کار میکردند، با درخواست مسئولین نظامی دوباره به کار خود برگشتند. دوباره برگشتیم در کار بار ما چیز نداریم، هیچ مشکلی نداریم. پس به همون کار باری سابقمون دوباره آغاز کردیم در جلب. روی مجاهدین بسیار خوب است ما. اکثریت زنایی که مثلا میترسیدن، یعنی ماهایی که اول ما یک دلهره دل ما بود میترسیدیم، میگفتیم بریم شاید به ما ضرری برسانن. بعد اینکه ما در داخلشان رفتیم و قدشان وظیفه اجرا کردیم، میبینیم به اون رقمی که مردم شایعات است به اون رقم گپ نیست. اما اینا هم ضرورت دارن، مثلا یک پلیس زن نباشه یک خانه رو تلاشی بروند، اجازه میده که یک زن مرد تلاشی بگیره؟ در هر چوکات در هر اداره به زن ضرورت دارن، به زن نیاز است، باید زنها جابجا شوند. منصوبین پلیس زن در بدخشان از وضعیت کاریشان رضایت دارند و میگویند آنان در کنار مردان در خدمت مردم خود قرار دارند. احساس راحتی به این میکنیم که در جمهوریت بود اهمیت نبود، دیگه راحت نبودیم. یعنی حالا از که اهمیت حاصل خوب است وقتی که در چوکی که ما در امرای بیادرها که میشینیم وظیفه اجرا میکنیم، بیادرهای امارات اسلامی راحت هستیم. مسئولین در آمریت جلب و جذب قماندانی امنیه بدخشان از استخدام بیش از 30 پلیس زن خبر داده و میگویند این روند ادامه دارد. بخش ناسیان ما تعداد 81 نفر در بخش تشکیل پلیس بدخشان سهمیه دارند و تعداد 3 نفر یا بیشتر از 30 نفر ما طول سوق کردیم که از تقریبا 6 ماه 8 ماه 7 ماه به طرف دیگه اینا ما شخص میکنن دیگه حقوق امتیازی که طرف امارات مد نظر گرفته برشون داده میشه. زنان پلیس در ولایت بدخشان در بخش‌های مختلف و ویژه تلاشی خانه‌ها و بررسی دروازه اداره‌های دولتی فعالیت می‌کنند.